سلام دوست عزیزم. یه لحظه تصور کن روبروی هم نشستیم و مثل دوتا دوست میخوایم درباره چیزی حرف بزنیم که احتمالاً خیلی از ما بارها تجربهش کردیم. شده یه نفر فقط یه جمله بهت بگه، اما همون جمله تا ساعتها یا حتی چند روز توی ذهنت بچرخه؟ مثلا یکی بهت بگه فکر نمی کنم از پسش بر بیای، یا بگه تو زیادی حساسی، یا حتی یه شوخی بکنه که بقیه چند ثانیه بعد فراموشش کنن، اما تو هنوز داری بهش فکر میکنی. جالبه که خیلی وقتها اون آدم اصلا یادش نیست چی گفته، اما ما هنوز داریم توی ذهنمون اون حرف رو مرور میکنیم. اما چرا بعضی حرفای مردم اینقدر روی ما اثر میذاره؟ به نظرم یکی از مهمترین دلیل‌ها اینه که همه ما دوست داریم پذیرفته بشیم. دوست داریم دوست داشته بشیم. دوست داریم که احساس کنیم برای دیگران ارزش داریم. برای همین وقتی کسی حرفی میزنه که این حس رو زیر سوال میبره، طبیعیه که ناراحت بشیم. اما یه نکته مهم وجود داره. این که همه حرف‌ها به یک اندازه روی ما اثر نمیذارن. اگر یه نفر چیزی بگه که مطمئن باشی درست نیست، احتمالاً راحت از کنارش رد میشی. اما اگر به چیزی اشاره کنه که خودت هم گاهی بابتش نگران میشی، اون حرف بیشتر توی ذهنت میمونه. مثلا فرض کن مدت هاست با خودت درگیری که به اندازه کافی خوب هستی یا نه. بعد یکی یه جمله میگه که همون نگرانی رو نشونه میگیره. اون لحظه فقط حرف اون آدم نیست که ناراحتت میکنه. انگار یه زخم قدیمی دوباره خودش رو نشون میده. گاهی حرف آدم‌ها روی زخم‌هایی میشینه که از قبل وجود داشتن. زخم مقایسه شدن، زخم سرزنش شدن، زخم شنیدن جمله‌هایی مثل ببین فلانی چقدر از تو بهتره، یا اینکه تو باید بیشتر تلاش کنی. برای همین بعضی حرفا خیلی بیشتر از چیزی که باید روی ما اثر میذارن. اما حالا یه سوال مهم، چی کار کنیم که حرف مردم کمتر روی حال ما اثر بذاره؟ اول از همه سعی کن هر حرفی رو باور نکنی. فقط چون یک نفر چیزی گفته دلیل نمیشه درست باشه. همه آدم‌ها دنیا رو از زاویه دید خودشون میبینن، از تجربه های خودشون، از ترس های خودشون و از باورهای خودشون. برای همین هر نظری حقیقت نیست. هر وقت حرفی ناراحتت کرد، از خودت بپرس آیا این واقعا درسته؟ یا فقط چون ناراحتم کرده دارم باورش میکنم؟ یه نکته مهم دیگه هم هست، این که سعی نکن ارزش خودت رو از حرف مردم بگیری. اگر حال خوبت وابسته به نظر دیگران باشه، با یه تعریف خوشحال میشی و با یه انتقاد هم به هم میریزی. اون وقت آرامش زندگی دست خودت نیست، دست بقیه است و این واقعا آزاردهنده است. واقعیت اینه که هیچ آدمی وجود نداره که همه دوستش داشته باشن. هیچ آدمی وجود نداره که هیچ وقت درباره‌اش حرف نزنن. هیچ آدمی وجود نداره که همه از کارهاش خوششون بیاد. پس اگر کسی درباره تو قضاوتی کرد یا حرفی زد، لزوماً معنیش این نیست که مشکلی در تو وجود داره. شاید فقط نظر اون آدم باشه. ببین دوست من، فکر نکن از فردا دیگه هیچ حرفی ناراحتت نمی‌کنه. همه ما آدمیم. همه ما گاهی از بعضی حرفا ناراحت میشیم. گاهی یه جمله ساده میتونه تا ساعتها توی ذهنمون بچرخه. این کاملا طبیعیه. اما شاید از امروز وقتی حرفی اذیتت کرد، به جای این که بارها و بارها توی ذهنت تکرارش کنی، از خودت بپرسی آیا واقعا این حرف ارزش این همه فکر کردن رو داره؟ خیلی وقتها جوابش نه هست. خیلی از آدم‌هایی که درباره ما نظر میدن حتی زندگی ما رو نمیشناسن. از سختی‌هایی که پشت سر گذاشتیم خبر ندارن. از ترس‌هامون، تلاش‌هامون و چیزهایی که توی دلمون میگذره چیزی نمیدونن. پس شاید بد نباشه قبل از این که حرف کسی رو باور کنیم، یکم بیشتر به خودمون اعتماد کنیم. یکم بیشتر حواسمون به ارزش خودمون باشه و یادمون نره که نظر دیگران همیشه حقیقت نیست. امیدوارم اگر این روزها حرفی ذهنت رو درگیر کرده، کم کم بتونی رهاش کنی و آرامشت رو پس بگیری.
دوست عزیزم، مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی و به حرفام با دقت گوش دادی. اگه حس کردی این ویدیو برات مفید و ارزشمند بود، یادت نره که لایک کنی و کانالمون رو دنبال کنی تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.